هموطنان عزیز، همه شما و هموطنان برون مرزیمان را به افتخار روز زبان دولتی که در میان جشن‌های دولتی و ملی تاجیکستان صاحب استقلال مقام و منزلت خاص دارد صمیمانه تبریک میگویم. مسئله توجه و غمخواری پیوسته نسبت به زبان دولتی، تحکیم مقام آن و گسترش بخشیدن به دایره استفاده زبان شیرین و شاعرانه تاجیکی در سیاست دولت ما از آغاز صاحب استقلالی تا امروز یکی از مسائل افضلیتناک و اولین درجه می باشد. یعنی امروز زبان دولتی که در عمق تاریخ ریشه دارد زیر حمایه بواسطه دولت قرار داشته برای رشد و پیشرفت و استفاده آن در تمام ساحه‌های حیات جامعه همه شرایط و امکانیت‌ها مهیا می باشند. در این زمینه با تشبث حکومت مملکت دوره به دوره حجت‌های دخلدار از جمله برنامه رشد زبان دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 قبول و عملی شده ایستادند که با تطبیق سری وقتی مقررات قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند. ولی این نکته را نیز یادآور باید شد که زبان دولتی با غمخواری و پشتیبانی دائمی نه تنها از جانب دولت و حکومت بلکه از جانب جامعه شهروندی و کل ساکنان مملکت نیاز دارد، زیرا رشد پیوسته و همه جانبه آن رمز استواری و پایداری دولت و استقلال سیاسی ما در زمان پرآشوب امروزه می باشد. ملت شرفمند و باستانی تاجیک علم و فرهنگ، تاریخ و ادبیات و حیات معنوی خود یعنی رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های رنگارنگ خویش را با همین زبان پرغناوت آفریده از نسل به نسل به میراث گذاشته است. ما خوشبختانه زبان ادبی شیرین و شیوای داریم که از روزگار سامانیان تا به امروز اصالت خود را نگاه داشته است. به عبارت دیگر آثار در زمان دولتداری این سلاله ملی ایجاد شده را خواننده امروزه بعد بیش از 1000 سال با آسانی میفهمد. در پاسداری زبان ملی و پایداری و بقای آن ادیبان عصرهای میانه فرزندان فرزانه ملت تاجیک سهم بزرگی تاریخی گذاشتند. خصوصاً ابو عبدالله رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، ادیب صابر ترمذی، نظام سنایی، عطار، مولانا بلخی، سعدی، حافظ، کمال، جامی، هلالی، صائب، سیدا، بیدل، شاهین و صدها نفر دیگر برای غناوت و ماندگاری
زبان شیرین تاجیکی نقش برجسته بازیدند. متفکران و عالمان سطح جهانی بارها اعتراف کردند که در تاریخ و تمدن بشری تاجیکان همچون مردمان آریایی تبار یکی از ملت‌های قدیمترین و زبان مادریشان یعنی زبان تاجیکی از جمله زبان‌های باستانی سیاره به حساب رفته. سهم آنها در رشد علم و فرهنگ و تمدن جهانی نهایت مهم می باشد. بیهوده نیست که گیوته شاعر معروف آلمانی حافظ شیرازی را ملک الشعرای همه دنیا خطاب کرده است. بارها گفتم و بار دیگر خاطر نشان می نمایم که تاریخ و فرهنگ ملت شرفمند تاجیک با زبان مادری پیوند عضوی و ناگسستنی دارد. یعنی ملت کهن‌بنیاد تاجیک تاریخ و فرهنگ کم نظیر خود را توسط همین زبان انشا و به جهانیان معرفی کرده است. اطمینان کامل دارم که زبان مادری ما این رسالت خود را هزار سالهای دیگر نیز ادامه خواهد داد. باید گفت که به دست آوردن استقلال دولتی برای رشد و تکامل و انکشاف و تحول زبان تاجیکی شرایط و امکانیت‌های بی‌سابقه فراهم آورد. حالا زبان تاجیکی همچون زبان دولتی تاجیکستان صاحب استقلال از منبرهای بلندترین دنیا از جمله سازمان‌های بانفوذ بین المللی صدا می‌دهد. امروز جهانیان ملت ما را با نام تاجیک یعنی آریایی، دولتمان را با نام تاجیکستان و زبانمان را با نام زبان تاجیکی میشناسند و اعتراف و احترام مینمایند. بنابراین هر یکی ما وظیفه داریم که زبان مادری شیرین و شیوا و شاعرانه خود را حفظ کنیم، برای باز هم صیقل دادن و غنی گردانیدن آن تلاش نماییم و سهم گذاریم. هدف از تشبث ما در بابت به نشر رسانیدن و به هر یک خانواده مملکت تحفه کردن شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم بخصوص نورسان و جوانان می باشد. از جانب دیگر ما می خواهیم که کلمه و عباره های ناب تاجیکی و در مجموع اصالت زبان مادری خود را در مرحله معاصر حفظ نماییم. زبان تاجیکی در زمان نوی دولتداری ملی ما برای تقویت مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم در داخل و هم در خارج مملکت رسالت بیشتر به ذمه دارد. در این روند به زبان علم تبدیل دادن زبان تاجیکی و استفاده وسیع
از امکانات فراوان لغت و اصطلاحات آن از جمله مهمترین مسائل زبان در دوران معاصر به حساب می روند. ما را ضرور است که برای همقدم زمان گردانیدن زبان دولتی و به پایه زبان علمی معاصر رسانیدن آن دست جمعانه کوشش نماییم. دانشمندان ما را ضرور است که اثرهای علمی خود را بیشتر به زبان دولتی تألیف کنند و در رشد و پیشرفت زبان تاجیکی سهم سزاوار گذارند. ما باید زبان ادبی تاجیکی را خوب دانیم و آموزش زبانهای خارجی را در زمینه زبان مادری براهمانیم. ما باید کوشش نماییم که فرزندان و نبیره‌هایمان هنوز از مؤسسه تا مکتبی سر کرده زبان تاجیکی را خوب از خود نمایند. از فرهنگ ملی و آثار معنوی یاگان آگاهی کامل داشته باشند و در برابر از خودکنی تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر از کتاب و کتابخانه دور نشوند. تأکید می نمایم که زبان از جمله مقدسات ملی ما می باشد، زیرا آن رکن محوری یا شاهستون دولتداری و هستی ملت تاجیک با تاریخ بیش از 6000 ساله بود، هست و میماند. قرض فرزندی، رسالت انسانی و وظیفه شهروندی هر کدام ماست که زبان شهردار ملت و دولتمان را صدقاً و مثل مادر خود دوست داریم، زیرا آن زبان مادری ما می باشد. آن را احترام و احتیاط کنیم و همیشه در اندیشه پاک و به آلایش نگاه داشتن آن باشیم. بار دیگر همه شما را به افتخار روز زبان دولتی تاجیکستان صاحب استقلال صمیمانه تبریک گفته برای حفظ این ثروت بزرگ ملی و رشد و تحکیم منبع آن برای کامیابی ها آرزو می نمایم. همیشه تن صحت و خانه آباد باشید هموطنان عزیز. روز زبان دولتی مبارک و فرخنده باد.